سلام به همه. تو این ویدیو یکی از هیجان انگیزترین مسافرت‌های طول عمرم قرار ببینید. مسافرت با موتور سنگین دور ایتالیا، اون هم تو 10 روز. چطوری؟ فقط با یک کوله پشتی که نهایتاً 5 دست لباس و وسیله‌های ضروری همراهم بود. همونطور که می‌بینید کیف‌های جانبی به موتور وصل کرده بودیم و یه کوله پشتی هم رو دوش من بود. مقصد اولمون رو چینکوئه تره یا 5 سرزمین انتخاب کردیم. یکی از زیباترین مناطق ساحلی ایتالیا که از 5 تا روستای رنگارنگ و زیبا روی صخره‌های مرتفع و دریای لاجوردی تشکیل شده بود. از پاویا به چینکوئه تره با دوستامون 3 ساعت با موتور تو راه بودیم و من خیلی هیجان زده بودم. رسیدیم اولین محل اقامتمون که از ایربی‌ان‌بی کرایه کرده بودیم. همه هزینه‌ها رو آخر ویدیو میگم. تا رسیدیم هیچ کس نبود اتاقا رو تحویل بده. با رمزی که داده بودن کلید اتاقامون رو از اینجا برداشتیم و رفتیم وسیله‌هامون رو گذاشتیم و به سمت اولین سرزمین چینکوئه تره حرکت کردیم. چینکوئه تره اینطوریه که باید ماشین و موتور رو تو اولین روستا پارک کنی و با قطار بین روستاها سفر کنی یا حتی با قایق و پیاده روی که من قطار رو ترجیح دادم. با قطار اصلا 5 دقیقه تو راه بودیم. اولین سرزمین به اسم مونته‌روسو المره که رسیدیم من عاشق ساحل و دریای خوشگلش شده بودم. همه جا پر از توریستای خارجی بود که مشغول آفتاب گرفتن و شنا بودن. بعد از اینکه یه گشتی تو ساحل زدیم رفتیم به سمت ایستگاه و سوار قطار شدیم. Abbiamo visto prima terra, Intravisto. Monterosso. Abbiamo intravisto, ma lo vedremo poi in casa. Al ritorno, siamo abbiamo lì, quindi una giornata per forza. Speriamo dopo tornare ancora c'è la moto. رسیدیم دومین روستا به اسم ورنتزا. پر از خونه‌های رنگی رنگی، چنان شادابی و نشاطی حس می‌کنی تو این روستاها. اصلا انگار توی دنیای دیگه‌ای داری سیر می‌کنی. تو اون گرمای وسط تابستون لذت بخش‌ترین چیز دقیقاً آبتنی و شنا کردنه. اینجا هم داریو رو داریم که حسابی شاکی و میگه من نیومدم اینجا که فقط از تو فیلم بگیرم. Non mi paghi abbastanza. دیدن این ویو انقدر شگفت زدت میکنه که دلت میخواد ساعتها بشینی و تماشا کنی. صخره‌های بلندی که جون میده برای تخلیه آدرنالین و طرفداری شیرجه. Devo farti vedere come si fa. Vedi le scarpette. و اما سرزمین سوم به اسم کورنیلیا. خوشحال و شاد و خندون با کلی انرژی رسیدم و با یه عالمه پله مواجه شدم. اولش هنوز کلم داغ بود و نمیفهمیدم، اما هرچی بیشتر بالا میرفتم توی اون گرما و اون حجم از پله کلافه شده بودم و حس میکردم آخرین لحظات زندگیمه. Siamo stai. No, per niente, siamo freschi come delle rosolline. Prima della scala. Dove siamo? Qui. No! No! Si vede tante scale siamo andati. Sì, vedi?
ولی تا رسیدم اون بالا و با اون ویو مواجه شدم واقعا همه خستگیم از تنم در رفت. Siamo qui, a terza terra. Cornelia. رفتیم و رسیدیم به 4مین سرزمین به اسم مانورولا. از 3می کورنیلیا به 4می مانورولا یه مسیر پیاده روی چشم نواز وجود داشت، اما من طرفدار پرپاقرص قطارم. به خاطر اون حجم از گرما با 2 تا گرانیتا از خودم پذیرایی کردم و از ویو شهر و دریا لذت بردم. داریو که همش میومد به من توصیه میکرد از این زاویه فیلم نگیر تیره میشه و با اصرار من مواجه میشد که نه الا بلا من میخوام از اینجا فیلم بگیرم. به من میگفت فقط کافیه به کسی نگی که من این فیلم ها رو از تو گرفتم، چون من حرفه‌ای ام توی فیلم برداری. منم که خدا شاهده فقط به شما دارم میگم. اینجا آخریشه یا مجوره و من دیگه دارم میمیرم. خودم نمیارم ولی دارم میمیرم. همونجور که میبینید اینجا داشتم از گرسنگی میمردم. به خاطر همین تصمیم گرفتیم با آبجو خنک و غذای دریایی فریتو میستو که ترکیبی از ماهی‌های دریایی سوخاری شده است از خودمون پذیرایی کنیم. Abbiamo uno fritto misto. Sono qui. Dario. Birra. Anch'io ce l'ho birra, ma غروب خورشیدم توی این جاده عشق تماشا کردیم که میتونم بگم از زیباترین لحظاتی بود که تا حالا تجربه کردم. Stiamo tornando alla prima terra, Monte Rosso. Stiamo aspettando per il treno. A che ora? 9:20. È finito. Ecco. Dario. Arrivato. صبح روز بعد رفتیم به صرف صبحونه سلف سرویس تو محل اقامتمون که بعد از صبحونه هم گراپای مخصوص چینکوه تره که یه نوشیدنی الکلی اصالتاً ایتالیایی رو بهمون هدیه دادن. گراپای از تفاله انگور و قسمت‌های باقی مونده انگور بعد از فرآیند شرابسازی تهیه میشه. خلاصه که صبح روز دوم کوله بار رو بستیم و رفتیم به سمت شهر بعدی. اگه گفتین شهر بعدی کجا میتونه باشه منتظر ویدیوی بعدی باشید.